پیغمبر بزرگوار فرمودند که غنیمت دانید 5 چیز را پیش از 5 چیز. یعنی الله رب العالمین برای من و شما 5 نعمت داده است که این نعمت ها همیشگی دائمی در حیات ما نیستند. یک فرصت و مهلت اندک در اختیار ما هستند و آخر الله بزرگوار این 5 نعمت را از حیات ما میگیره. پیغمبر بزرگوار گفتند این 5 چیز پیش از آمدن 5 چیز غنیمت دانید. یکمی از اونها پیغمبر بزرگوار فرمودند که شبابک قبل حرمک، جوانی را غنیمت دانه پیش از آمدن پیری، پیش از آمدن پیرانسالی. یعنی لحظه های جوانی را پیغمبر بزرگوار گفتند غنیمت دانه، یعنی در عبادت و بندگی خدا، در ذکر و یاد خدا، در اطاعت و فرمانبرداری الله رب العالمین لحظه های جوانی خود را گذرانه. جوان های محترم، لحظه جوانی بهترین لحظه حیات است برای انسان. دوستای خدا یک تعبیر زیبایی میکنند، میفرمایند عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در کنار است. جوانی می رود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی را ببخش در راه معبود، که تا بخشد جوانی عاقبت سود. یعنی جوانی این خودش مثل بهاری هست. بهار خزان داره، یعنی رفته رفته روزهای بهار میگذرن، آخر خزان می آید، یعنی تیر ماه می آید، تابستان تیر ماه می آید. به این خاطر انسانیت باید از این لحظه های خوشی جوانی استفاده بره. لحظه های جوانیش در اطاعت و عبادت و بندگی خدا باید انسان صرف کنه، چون که وقت پیری رسید عبادتی که در جوانی هست در پیری انسان عبادت کرده نمیتوانه. عزیزای خدا جوانی را مثال میارن به یک درخت نونیحال. درختی که نونیحال باشه اون یعنی که حاصل و میوه خوب میبخشه، میوه های او به نقص می آیند، میوه های یعنی زیبا و میوه های چقدر لذیذ و شیرین خوب می بخشه درخت نونیحال. اما هرچند که درخت کلان شدن گرفت، هرچند که یعنی درخت پیر شد، او میوه خوب نمی ده، میوه های او به نقص می آیند و یک کیرمش می زنه، آهسته آهسته رفته رفته قاق می شود و درخت شاخه و بری نو نمی گیره. به این خاطر جوانی را دوستای خدا گفتن این مثل یک درختی نونیحالی هست که حاصلی خوب میبخشه، رفته رفته شاخه و بر میکنه. یعنی عبادت جوانی ای عبادت کامل است. در روایت پیغمبر بزرگوار گفتن خداوند در روز قیامت 7 گروه مردم از عذاب خلاص میکنه در سایه رحمت یا اینکه در سایه عرش جا میکنه. یکی از اونها پیغمبر بزرگوار گفتن و شاب نشأ فی طاعت ربه، و شاب نشأ فی طاعت الله هم آمده، فی عبادت ربه هم آمده. جوانی که جوانیش در عبادت بندگی الله، در یعنی فرمان برداری پروردگار نشأ نموده. جوانی که جوانیش در عبادت بندگی خدا گذرانید، این جوان خداوند در روز قیامت در سایه عرش جا میکرده است، از عذاب قیامت خلاص میکرده است. یا اینکه در روایت دیگه جناب پیامبر گفتن در قیامت از چند چیز خداوند بنده هاش سوال میکنه، میپرسه. یکی از اونها و عن شبابه فیما ابلاه، رب العالمین میگه جوانی تا در چی کار صرف کردی، لحظه های جوانی را در چی کار گذراندی. به همین خاطر من و شما جوان های محترم از لحظه های جوانی استفاده بریم، لحظه های جوانی غنیمت بدانیم، چون که همیشگی و دائمی نیستن، زود تیز از ما این لحظه ها میگذرن. شیخ سعدی هم یک حکایتی خیلی زیبایی داره، میفرمایند که روز جوان در خط کوچه برآمد، دید پیرمرد بالای یک سنگ نشسته است، خیلی غمگین، وقتی ناخوش دارد. جوان از او پیرمرد پرسید، جوان گفت ای پیری دلاگاه، چی گم کردی که بنشستی در این راه؟ جوابش گفت پیری خوش تکلم، که ایام جوانی کرده ام گم. این جوان پرسید، گفت ای پیرمرد، ای پدر بزرگوار، آیا چی چیز گم کرده ای که در سر راه یعنی در بالای این سنگ نشسته ای؟ پیرمرد جواب گفت که لحظه های جوانی ما گم کرده، در جستجوی لحظه های جوانی هستم، دیگه پیداشون نمیکنم. به این خاطر انسان جوان کامل است، مثل گلی نو شکفته است، باید حرکت کنه، از این لحظه ها استفاده بره. انسان پیرانسال
عبادت خوب کردن نمیتونه. در رکوع و در سجده وی نالش میکنه، در سجده زیاد استاده نمیتونه، پایهای وی در میکنه. هرچند عمر انسان رفتن گرفت، در او شخصیت آیسته آیسته سردرد پیدا میشه، پاچه درد پیدا میشه، میان درد پیدا میشه، بعضی اعضاهای بدنش در درد میداره. به چه خاطر؟ به خاطر که الله رب العالمین نعمت جوانی را از وی گرفت. به این خاطر جوانهای محترم به قدر این نعمت بزرگ برسه، از لحظه هاش استفاده ببره. جناب پیامبرتان غنیمت بدانه، چون که از شما میروه، دائمی در شما نیست. زیبش همین است وقتی انسان جوان عبادت میکرده چقدر الله رب العالمین خوشحال میشده از عبادت و بندگی شخصیت جوان. به این خاطر جوانهای محترم لحظه های جوانی را غنیمت بدانید، در ذکر یاد خدا، در عبادت و بندگی خدا گذارن. و الله قسم زیبش در عبادت و بندگی است. اصل انسان وقتی که در لحظه جوانیش عبادت نکرد، در پیری دیگر نمیتواند. مولانا میگه در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، کی خدا را میپرستی؟ انسان در کودکیش نمیفهمه، بی عقل است. در جوانی مستی کنه، در پیری سست میشه و دیگه عبادت کردن نمیکنه، کی دیگه خدا را پرستش میکنه؟ به همین خاطر جوانهای محترم لحظه های جوانی را غنیمت بدانه، در عبادت و بندگی خدا، در ذکر یاد خدا گذرانه. در دوام حدیث جناب پیغمبر فرمودند که وصیحتک قبل سقمک، گفتن تنی ساعت سلامتی را غنیمت بدانه پیش از آمدن دردمندی، پیش از آمدن بیماری و کسلی. یعنی تنی ساعت هم خیلی نعمتی بزرگی است برادران عزیز. انسان به قدری تنی ساعت یعنی سلامتی میرسه که وی دردمند است، وی بیمار است. وقتی انسان در اصل یک سری انگشتش در میکنه اما تمام اعضای بدنش ناراحت است، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یک اعضا که در میکنه اما تمام اعضای بدن ناراحت، سر در میکنه اما خوابت نمیره، جانت میسوزه. یا یک سری انگشت در میکنه اما خوابت نمیره. به همین خاطر تنی ساعت خیلی نعمتی بزرگ است. انسانهای دردمند عبادت و بندگی کرده نمیتوانند، اونها ناراحت هستند، برای اونها چقدر دشوار است عبادت و بندگی کردن. به همین خاطر سلامتی را جناب پیامبر غنیمت بدون، چون که آخر این سلامتی را هم از شما گرفته می شود. آیسته آیسته رفته در اعضا و بدن شما. وقتی انسان به سوی پیری رفتن گرفت، در جسم و بدنش دردمندی پیدا می شود. در اصل بعضی انسان های 35 و 40 و 45 رفتن، از اونها ببینه شکایت میکنن. بعضی از اونها یعنی بینایش چشمشون خیره شده است، بعضی از اونها شنواییشون کم شده است، بعضی از اونها سردرد دارن، پاچه های اونها درد میکنن، اونها میان درد هستن، بعضیشون معده هاشو دردمند شده. یعنی در جسم و بدن انسان که چند جوانی از وی رفت دردمندی پیدا می شود. به این خاطر جناب پیامبرتان که یعنی سلامتی را تنی ساعت غنیمت دانه. در به این تنی ساعت والله قسم زیبش این است که انسان عبادت و بندگی داشته باشه. تنی ساعت در بندگی خدا انسان باید که لحظه هاش گذرانه. پیش از آمدن دردمندی جناب پیامبرتان شما غنیمت بدانه، استفاده ببره. یعنی به این تنی ساعت و عبادت و بندگی کنه، آخرتتون آباد کنه. و غناءک قبل فقرک، در دوام حدیث جناب پیغمبرتان دارندگی را غنیمت دانه پیش از آمدن ناداری، کمبغلی، فقیری. مال بسیار نعمتی بزرگ است برادران عزیز. مال می تواند که انسان را به خدا برساند. مالی که او را طبق گفته خدا انسان استفاده برد، زکاتش ادا کرد، انسانهای مسکین کمبغل دستگیری کرد، مالش در راه خدا صرف کرد، در اصل انسان ابوبکر میشه، ابوبکر صدیق رضی الله، ابوبکر دور زمانش میشود. اما مال با یک گروه انسان ابو جهل میگردونه، یک گروه مردم دشمن خدا میگردونه، از روی مال مغرور میشود. حقا مگذار که گدا معتبر شود، گر معتبر شود از خدا بیخبر شود. انسان یعنی بعضی انسان وقتی دارندشت از خدا بیخبر میشه. فرعون صورت و نمرود صورت و قارون صورت میگرده، قارون صفت میگرده. و این خاطر دارندگی را انسان باید غنیمت دونه. از روی یعنی دارندگی انسان باید کبر و غرور نکنه، باید او عبادت ذکرش زیادتر باشه که خداوند برای او مال داده است. شکر زیاد باید گوید که الحمدلله رب العالمین که خداوند برای من دارندگی داده است.
جناب پیغمبر گفتن دارندگی را غنیمت دانه پیش از آمدن ناداری. ما در همین عمر اندکمون بسیار انسانهای دارنده را دیدیم که آخر بزانو زدن، قرضیدار شدن. از غم و از فکر بعضی از اونها دردمند و بیمار شده است، به بیماری مبتلا است. به چی خاطر؟ به خاطری که نعمت خدا از حیات اونها رفت. مال که نعمت خدا هست، نعمت خدا که از حیاتشون رفت، اونها احساس ناداری میکنن، احساس نارسایی نعمت خدا میکنن. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. رب العالمین میگه اگر شکرانه نعمتهای من به جا آورده، من نعمت ما برای شما زیاد میگردانم، دوامناک میگردانم. اما کفران نعمت کرده، نعمت من طبق گفته من استفاده نبرده، الله رب العالمین میگه عذاب من بسیار سخت است. عذاب سخت مفسران میگن همین است که خداوند نعمتش از حیاتت میگیره. تنی سعادت یعنی سلامتی نعمت خداهای وقتی گرفتش دردمند شدی، ناراحت شدی، عذاب سخت همین است. دارندگی نعمت خدا هست. وقتی قرضدار و نادار شدی، بزانو زدی، همین عذاب سخت است، عذاب شدید است. به همین خاطر انسانیت باید که مال و دارندگی که الله براش داده است موافق گفته الله استفاده ببره، بخیلی نکنه، مردگی نکنه، ممسکی نکنه، ابوبکر گونه شوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در زمان جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام دارندگیش فدای راه خدا کرد. روز حتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که روز همراه حضرت ابوبکر میگه ما مسابقه یعنی میکردیم که کدام انسان پیشگیری میکنه. جناب پیغمبر فرمیدن که از دارندگی تو هر چیزی داره برای ما بیاره، چی احتیاجی ده یعنی جمعیت مسلمان ها بود. حضرت عمر میگه در خانم هر چیزی بود نیست فراش آوردم در نزد جناب پیغمبر گذاشتم. جناب پیغمبر گفت آیا برای اهل چیزی باقی گذاشتی؟ میگه گفتم نیست و یا رسول الله، نیست برای اهلم گذاشتم، نیست برای شما آوردم. میگه این لحظه بود که حضرت ابوبکر صدیق هر چیزی از دارندگی در خونش بود با کلی یک جای آورد در نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. جناب پیغمبر گفت ای ابوبکر آیا برای اهل چیزی باقی گذاشتی؟ حضرت ابوبکر گفت برای اهلم الله و رسولش باقی گذاشتم، یعنی الله و رسول الله را برای اهل بیتم باقی گذاشتم. هر انسان ابوبکر شده نمیتونه برادری بزرگواری من. ابوبکر از روی این سخاوتمندیش، جوانمردیش، همت بلندیش، به غیرتیش بهترین امت، یکمین خلیفه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم شد. افضل الناس بعد الرسول الله صلی الله علیه و سلم ابی بکر صدیق. بهترین مردم بعد از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. به همین خاطر من و شما برادران بزرگوار من باید که دارندگی که الله برای ما داده است طبق گفته الله استفاده ببریم، در راه الله اونها را صرف کنیم. مسکین ها و کمبغل ها، طالب علم ها را دستگیری کنیم. بعضی اونها کتاب ندارن، برای اونها کتاب خریم. مسجد ها و جاهایی که در اونجا ساختمان میره در اون جاهاست دستگیری کنیم. جاهایی که آب ندارن به اونها را یعنی برای آب بردنشون یاردم کنیم و دستگیری کنیم. در راه یعنی اینا همه صدقه جاریه هستند، در راه راست کردن صرف کنیم. مال دارندگی انسان باید در راه خدا، در راه گفته خدا صرف کنه تا اینکه در قیامت جواب داشته باشه. مال انسان به خدا میرسونه و مال انسان بدبخت خوار رسوا میکنه. یک گروه مردم ابوبکر میکنه، یک گروه مردم ابو جهل میگردونه. به همین خاطر برادران بزرگوار من انسان های دارندگی را غنیمت دانسته در راه خدا صرف کنه. و دیگرش پیغمبر بزرگوار گفتن و فراغ که قبل شغلک، یعنی آرامی و تندرستی خود را غنیمت دانه پیش از آمدن ناآرامی، پیش از آمدن ناتنجی. برادران بزرگوار من لحظه های آرامی من در عبادت بندگی خدا صرف کنیم، لحظه های آرامی من در ذکر یاد خدا یعنی بگذرانیم که لحظه میشه دست که می آمده دست ناآرامی به بالای انسانیت. ببینه امروزها تمام مسجد هامون بسته شدن، امروز از نمازهای جماعت دور هستیم، امروز همدیگر را دیده نمیتوانیم، کار ما خانه نشینی شده است. ببینه به قدر نعمتی یعنی آرامی اکنون این لحظه می رسیم که آرامی از ما گرفته شده است. درهای مسجد کشاده بود به پشت، نمازخوان نمیافت، جمعه خان نمیافت. مردم فقط نمازها را بهانه کرده
در خانه ها و هر جا میخونه. امروز ببینید درهای مسجد محکم شدن، یعنی آرامی غنیمت ندانستیم، امروز ناآرامی به بالای ما را آمد. و این خاطر انسانیت باید آرامی را غنیمت داند پیش از آمدن ناآرامی. و آخرش جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند و حیاتک قبل موتک، حیات غنیمت بدان پیش از آمدن مرگ. حتما برادرین بزرگواری من، روز می شود که مرگ به سراغ تو می آید، روز می شود که لحظه حیات دنیای تو به پایان می رسه، ادا می شود کل نفس ذائقة الموت. رب العالمین گفته تمامی دارنده نفس، تمامی چیزی که جان داره شربت تلخ مرگ را می چشه. بخواهی نخواهی روز ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام برای قبض روح شما می آید. به این خاطر برادران بزرگواری من، لحظه های عمر، لحظه های زندگی را غنیمت دانیم، لحظه های عمر در ذکر یاد خدا بگذاریم، در این دنیا آخرت من آباد کنیم. هر انسان در همین دنیا یا خوشبخت میگردانه یا بدبخت. انسانی که عبادت و بندگی کرد، انسانی که فرمانبرداری کرد، انسانی که در این دنیا گفته های الله رب العالمین به جا آورد، آخرت چه آباد میکنه، چه جنتی میگردانه. اما هر انسانی که نکرد، وای به حالش که خود را جهنم و دوزختی میگردانه. دنیا را پیغمبر بزرگوار گفتن الدنیا مزرعة الاخره، این دنیا زراعتگاه آخرت است. برادران من، در این دنیا هر انسان کیش کرده آخرت چه یعنی یا آباد میکنه یا ویرانه. مولانا میفرمایند از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. من شنیدم خود ز پیری معنوی، هرچی که کاری همان را بدروی. در این دنیا هر چیزی که کاشتی آخر حاصل همون میگیری. عبادت و بندگی کردی آخر جنت از خود میکنی. اما نافرمان برداری و سرکشی و گناه و معصیت کردی آخر یعنی جهنم و عذاب جهنم از خود میکنی. و همین خاطر برادران بزرگواری من، لحظه های زندگی را غنیمت بدانید. یک نوع ما باید زندگی کنیم که آخر از دنیا به سوی پروردگار به سری بلند رویم. دوستای خدا یک مقاله زیبایی دارن، میفرمایند که ای انسان، روزی که به دنیا را آمدی، روزی که تولد شدی، برای تولدی تو همه خندان بودن و تو گریان تولد شدی. آنچنان زندگی بکن که روزی که از دنیا میروی همه گریان باشن و تو از دنیا خندان بروی. در اصل انسانی که الله رب العالمین او دعوت کرد، براش دعوت نامه فرستاد، او از دنیا خندان می رود. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. به سوی او خطاب کرده میشد که گشته بیا به سوی پروردگار و در صورت و حالتی که الله رب العالمین از تو راضی هست و تو از خودش راضی میگرداند. یعنی چقدر برای انسان وقتی لحظه خوشی هست. مولانا میفرمایند با ملائک روح پاکش جانب رحمان برفت، جمله گریان او خندان برفت. با ملائکه وقتی ملائکه نماینده های الهی و سوی دعوت این می آیند برای رب العالمین، دو ملائکه را می فرستاده است که استعیذ بالله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. وقتی انسان لحظه آخرش رسید، انسان هایی که میگویند ربی الله، ربی ما الله است، ما بنده الله هستیم، ثم استقاموا، بعد از اون ما گفته الله استقامت میکنن، زندگی میکنن، الله بزرگوار دو ملائکه را میفرستاده است. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن از اون یعنی لباس های جنتی، خوشبویی های جنتی برای این می آوردن. ملائکه میگفتن الله تخافوا ولا تحزنوا، تو از چیزی نترس و غمگینم نباش، مرگ تو برای تو مصیبت نیست، مرگ تو برای تو خرسندی و شادی است. از رنج مشقت دنیا خلاص میشوی، از درد و داغ دنیا خلاص میشوی، به سوی جوار رحمت پروردگار میروی. الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما تو را بشارت میدهیم به همون جنتی که خداوند برات وعده کرده بود، که خداوند برای تو وعده کرد که ای انسان عبادت و بندگی کن، من جنتت میبرم، یعنی آبادی و عیش عشرت آخرت در اختیارت میدهم. این ملائکه میگفتن ما تو را بشارت خبری خوش میدیم که تو جنت رفته ساده ای، تو قبر نمیروی. وقتی انسان این دعوت الهی را میشنید، از این خبری خوش را میشنید، چقدر خندان، چقدر به وقتی خوش، به تعبیر مولانا با ملائک روح پاکش جانب رحمان برفت، جمله گریان او خندان برفت.
در اصل انسان صالح از دنیا به وقتی خوش و به سری بلند به سوی پروردگار بازگشت میکنه. اما پناه به خدای نخواسته که انسان گناهگار و روسیا نمیدانم که به کدام دیده و رو به سوی پروردگار میرفته باشه. و همین خاطر برادران بزرگوار من حرکت کنیم در این دنیا آخرت مون آباد کنیم، حرکت کنیم یک نوع زندگی داشته باشیم که هم دنیا و هم آخرت مون آباد باشه. یعنی لحظه های زندگی مون ما غنیمت بدانیم. این عمر به ابر نو بهاران ماند، این دیده به زیر کوه ساران ماند. ای دوست چنان بزه که بعد از مردن انگیش گزیدن به یاران ماند. یک نوع زندگی کنیم که روزی که ما از دنیا می رویم مردم از فراق ما یعنی غمگین شوند، انگیشتی حسرت گزند، بگن چقدر انسان خوب و دعای رحمت و مغفرت در حق ما کنند. با همین خاطر برادران بزرگوار من حرکت کننده باشیم، از این 5 چیزی که پیغمبر بزرگوار گفتن استفاده ببریم. یکمش جوانی را غنیمت بدانیم پیش از پیری، دویمش تنی ساعت یعنی سلامتی را غنیمت بدانیم پیش از دردمندی، سیمش دارندگی را غنیمت بدانیم پیش از ناداری، چهارمش آرامی غنیمت بدانیم پیش از ناآرامی، پنجمش حیات غنیمت بدانیم پیش از مرگ. تا اینکه آخر وقتی که از دنیا رفتیم در نزد الله رب العالمین به سری بلند باشیم و دیده و رو از جوانان به جهان نامی نکو میماند، فصل گل میگذرد لذتی بو میماند، این جهان کاسه دور است برای همه کس، همه چیز میگذرد دیده و رو میماند. همه چیز میگذرد اما برای انسان دیده و رو میماند که به کدام دیده و رو در نزد الله رب العالمین انسان سر بالا میکنه، خیزانده میشود. پروردگار بزرگوار برای من شما توفیق عبادت و بندگی را نصیب بگردان. پروردگار بار الله هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. پروردگار از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار مشکلی هامون آسان بگردان. پروردگار بار الله برای تمام برادرهای مؤمن و مسلمان، پدرها و مادرها و خواهرها و برادرهای مؤمن و مسلمان در روی دنیا، پروردگار و بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگار تمام برادرهای مؤمن و مسلمان، مادرها و خواهرها و پدرهای بزرگوار در حفظ امان نگه بدار. پروردگار تمام بیماری های ما را شفای عاجل کامل نصیب بفرما. قرضدارامون از حالت قرضداری نجات بده. پروردگار به فرزندان را فرزند صالح عطا بفرما. محبوسا و زندانیا را آزادی نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهای ما را در پرده حیای خودت مستور بگردان. گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگارا تمام برادرها و مادرها و یعنی پدرها و اپاها و خواهرهای ما هر امید آرزو مراد و مقصد داشته باشن به مراد و مقصد برسان. پروردگارا این وبایی که در روی عالم مردم تشویش کرده است از روی عالم نیست نابود بگردان. پروردگارا تمام بیماری هایی که از این وبا بیمار هستند براش شفای عاجل کامل نصیب بفرما. پروردگارا این وبا را زودتر تیزتر از وطن عزیز ما و از روی دنیا نابود بگردان. پروردگارا تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در حفظ امانت نگه بدار. مشکلی هاشون آسان بگردان. در کسب و کارشون برکت ها عطا بفرما. پیش های کارهاشون کشاده بگردان. پروردگارا بار الله تمام برادرها و دوستای عزیز ما در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشن به مراد و مقصد برسان. پروردگارا بار الله هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.